مامان خاله اینا میخوام برن کردان از سواری، بعد گفتن که منم باشون برم. بله. نه ما امروز خودمون قراره بریم پیست اسکی. آره بلیط هم خریدیم. جینوس خانوم بابات گفته شنیدی که البته گفت میخوام بریم مثل که یه جای اسکی دعوتیم ما. میگم بلیط هم گرفتیم دیگه. نه دیگه بابا میگه بعد بریم. در واقع میدونین که باشه پس من زنگ میزنم. چشم خداحافظ شما. باریکلا پسرم باریکلا، خوب جوابشو دادی. فقط گفت قبل رفتنتون یه زنگی هم به من بزنید. زنگ دیگه واسه چی بزنیم؟ مثل اینکه کردانو کنسل میکنم با ما میخوام بیان اسکی. پیست اسکی کجاست دیگه؟ بابا همونجوری که الان گفتی دیگه کجاست؟ میان با ما. وای مامان اگر بخوایم بریم پیست اسکی من لباس چی بپوشم؟ آخه من یک دونه لباس درست حسابی ندارم. کجا بری؟ پیست اسکی دیگه الان خودتون گفتین. نمیفهمم پیست اسکی دیگه کدوم خریه؟